ادامه بخش چهره‌های ماندگار. اسماعیل سامانی. اسماعیل سامانی ابرمرد خرد و سیاست. من بار دیگر تاکید میکنم که فرهنگ و تمدن عهد سامانیان امروز نه تنها میراث تاریخی خلق تاجیک بلکه ثروت خلق‌های آسیای مرکزی و عمومی بشری به شمار می رود. ما نیتی از خود کردن تمدن و میراث فرهنگی یگان خلق و ملت مرزهای سابقه و امروزه آسیای مرکزی را نداریم. تنها می خواهیم اصل و نسب خود را بشناسیم، تاریخ سرزمین اجداد گذشته خود را تحقیق نماییم، در طول هزار ساله دور و نزدیک آموزیم، از شکست و پیروزی های آنها سبق ها اندوزیم. زیرا تاریخ حکم عادل و راهبلد کارآزموده بوده ما را از گذشته های دور به سوی عصرهای آینده هدایت می نماید. خلق تاجیک حق دارد از آن افتخار کند که امروز انسانیت معرفت دوست از آثار بزرگ علمی و فرهنگی دوره سامانیان بهره‌مند می شوند. خدمت بزرگترین و ارزنده ترین دولت سامانیان در تامین تشکل کامل خلق تاجیک بوده است. اسماعیل سامانی و وارثان او روند تشکل خلق تاجیک را سرعت بخشیدند و محض در همین دوره خلق تاجیک مقام تاریخی خود را صاحب شد. خلق تاجیک تاریخاً خود را با نام‌های آزادگان، دهقان، ابن الاشراف و غیره معرفی می‌کرد که آنها تقریباً هم معنای کلمه آریایی می‌باشند. در دوره سامانیان جای آنها را نام تاجیک گرفت. درباره این اطمینانیم دوران پیدایش، تشکل، اوج کمالات و ماهیت آن عقیده‌های گوناگون موجودند. بنابراین زمان فرا رسیده است که این مسئله باید به طور عمیق تحقیق و بررسی شود. ولی اگر به خصلت و ماهیت تشکل خلق تاجیک توجه نماییم، عنصرهای وارثیت و خودشناسی آریایی عیان است. یعنی خلق ما در طول 100 ساله‌های تاریخ برابر سنت دولتداری، فرهنگ ملی و خاطره تاریخی خود را حفظ کرده است. تجربه تاریخی سامانیان در پیشبرد سیاست خارجی و روابط بین دولتی نیز دارای عنصرهای عبرت‌آموز است. سامانیان استقلال واقعی دولت را مثل گوهرک چشم حفظ کرده با خلافت عرب روابط احتیاطکارانه، عاقلانه و سودبخش داشتند و با این راه به تحکیم پایه‌های داخلی و خارجی دولت مساعدت می‌نمودند. آنها با کشورهای همسایه و حتی دولت‌های نسبتاً دور به مانند چین، روم، کشورهای اروپا و سرزمین روس مناسبت تجارتی برقرار نموده در احیای شاهراه ابریشم نقش نهایت مهم بازیدند. دولت سامانیان برحق مشعله بود که راه تمدن و دولتداری ها را در دوام 100 ساله ها منور ساخته یک دوره خیلی پربرکت و مساعد بالاروی و نقش جاودانه ملت تاجیک را در عرصه تاریخ فراهم آورد و یک حوزه پهناور متحد سازنده خلق، احیای ارزش‌های فرهنگی و دستاوردهای مادی و معنوی نیاگان ما گردید. دولت سامانیان در نهایت کار یک جولانگاهی شد که کشور و ملت فرهنگ پرور تاجیک بار دیگر ذکاوت فطری و هویت ملی خیش را به جهان متمدن نشان داد. این دوره چون جنبست راه تاریخی تشکل ملت تاجیک و به اوج کمالات رسیدن دولت و دولتداری ملی تاجیکان اعتراف شده است.